تصور کن نیمه شب آسمان جنوب ایران رادارهایی که ناگهان چیزی را میبینن اما نمیتونن توضیحش بدن، نه موشک نه پهباده، نه حتی شبیه هیچ هواپیمایی که تا حالا دیدن. و درست همون لحظه یک سوال ترسناک مثل ویروس توی اتاقهای عملیات نظامی دست به دست میشه. نکنه S-35 وارد حریم هوایی ایران شده باشه؟ اگر این اتفاق افتاده باشه، اگر جنگنده نسل پنجمی اسرائیل واقعا وارد آسمان ایران شده باشه و از اون مهمتر اگر ایران دیده باشه یا حتی شکار کرده باشه، اون وقت ما فقط درباره یک خبر نظامی حرف نمیزنیم، بلکه داریم درباره فرو ریختن افسانه رادارگریزی غرب صحبت میکنیم. امروز قرار وارد تاریک ترین و محرمانه ترین بنده نبرد هوایی دهه اخیر بشیم. پس تا آخر ویدیو همراه ما بمون. در پرتنش‌ترین رویارویی مستقیم ایران و اسرائیل، جنگی که بعدها به جنگ 12 روزه معروف شد، تنها موشک‌ها و پهپادها نبودند که وارد میدان شدند. این جنگ نبرد تکنولوژی علیه تکنولوژی بود. گزارش‌هایی از حملات بسیار دقیق به نقاط حساس، فردو، نتنز، اصفهان، کرمانشاه، اسفول، شیراز. دقت این حملات بسیاری از تحلیلگران را به یک نتیجه رسوند: این سطح از دقت بدون پرواز شناسی پیشرفت ممکن نیست. و اینجاست که نام F-35 وارد بازی میشه. F-35 فقط یک جنگنده نیست، این هواپیما ابزار نفوذ مطلقه. نسل پنجم، پنهانکار، سطح مقطع راداری فوق‌العاده پایین، طراحی شده برای نفوذ به عمق خاک دشمن. اسرائیل بیش از 6 فرمند عملیاتی از این جنگنده ها در اختیار داره و از اونها برای عملیات مخفی شناسی، تست واکنش پدافند دشمن استفاده میکنه. برد عملیاتی F-35 بیش از 2200 کیلومتر و با سوختگیری هوایی میتونه از مدیترانه تا نزدیکی تهران نفوذ کنه. اما سوال اصلی اینه: آیا این نفوذ واقعا انجام شده؟ در روز سوم جنگ منابع امنیتی غربی ادعا کردند 1 یا 2 فروند F-35 برای جمع‌آوری داده و تست واکنش پدافند ایران وارد مناطق مرزی شدند. چند ساعت بعد صدای انفجار در نزدیکی بندر جاسک شنیده شد. ایران اعلام کرد یک هدف ناشناس رهگیری شده. هدف ناشناس نه پهپاد نه موشک. پس چی بود؟ در طول جنگ 12 روزه ایران از یک شبکه پدافندی چند لایه استفاده کرد. باور 373 با برد 300 کیلومتر، سوم خرداد، 15 خرداد سامانه‌های میان برد در اهواز، بوشهر، همدان، بندرعباس. در شب‌های دوم، چهارم، هشتم جنگ فعالیت راداری ایران به اوج رسید، به ویژه در غرب کشور، و بعد اظهارات جنجالی فرمانده پدافند در روز نهم. اهداف رادارگزینی شناسایی و تحت درگیری قرار گرفتند. این جمله مثل بمب توی فضای رسانه ترکید. در روز 11 جنگ برخی کانال‌ها ادعا کردند یک پرنده ناشناس غربی در آسمان اصفهان هدف قرار گرفته. ساعاتی بعد رسانه‌های اسرائیلی از قطع ارتباط با یک هواگرد در مأموریت خارجی خبر دادند، اما لاشه‌ای دیده نشد، تصویری منتشر نشد، تایید رسمی وجود نداشت. سناریوها شروع شد: پهپاد آمریکایی، پرواز فریب، شبیه سازی F-35. اگر ایران واقعا F-35 رو شکار کرده بود، انتشار حتی یک قطعه کوچک میتونست بزرگترین ضربه تبلیغاتی به آمریکا باشه. اما سکوت ادامه داشت. در سالهای اخیر ایران روی یک چیز سرمایه‌گذاری کرده: دیدن نه فقط شلیک کردن. رادارهای UHF، رادارهای چند باند، سامانه‌های الکتروپیتیک، شبکه سازی هوشمند پدافند. رادار UHF شاید ندونه چی رو دیده، اما میدونه یک چیز اونجاست و برای اهداف پنهانکار همین کافیه. رهگیری ممکن، اما شکار اونجاست که کار فوق‌العاده سخت میشه. با کنار هم گذاشتن گزارش‌های امنیتی، سکوت معنادار مقامات، فعالیت بی‌سابقه پدافند، اظهارات غیر مستقیم رسمی، میشه گفت نفوذ F-35 به حریم ایران محتمل است. شناسایی آن در برخی مناطق ممکن بوده، اما شکار هنوز سند قطعی وجود ندارد و شاید در جنگ اطلاعاتی سکوت خطرناکتر از فریاد باشد. حالا نوبت شماست دوستان. به نظرتون F-35 وارد آسمان ایران شده و آیا ایران تونست افسانه رادارگریزی رو بشکنه؟ و اگر این ویدیو براتون جذاب بود لایک کنید و سابسکرایب را بزنید، زنگوله را فعال کنید، حتی نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. بدرود رفقا.